رفتی MRI انجام دادی، دکتر گفته دیسک داری، باید عمل کنی. خب این کارو انجام نمیدی چون میترسی، میدونی که ریسک داره. خب دوباره چیکار میکنی؟ میری مجددا آب درمانی، فیزیوتراپی انجام میدی، یا میری راههای دیگه مثل حجامت و بادکش و زالو درمانی انجام میدی که خودت میدونی کافی نیست و دردات دوباره برمیگرده. ببین دوستان، مشکل دیسک چجوری به وجود میاد؟ وقتی خلط سودا از طریق خون ما به دیسک و ستون فقرات ما میرسه، چون طبعش سرد و خشکه باعث میشه دیسک و ستون فقرات ما سرد و خشک بشه که خب دیسک هم یه مایع ژلاتینیه، توسط چندین لایه داره محافظت میشه. این لایه ها از بین میرن، این مایع ژلاتینی میاد به سمت بیرون، میشه بیرون زدگی دیسک، یا ممکن به کانال نخاعی ما فشار وارد کنه که میشه تنگی کانال نخاعی. حالا ممکنه به عصب ما فشار بیاره که میشه درد عصب سیاتیک، که اگه سیاتیک باشه دردش از بالای باسن تا پشت پا ادامه داره که احساس سوزش، بی‌حسی و گزگز تو پاها میکنی و نمیتونی راه بری، نمیتونی بشینی، کلا در فرایند زندگیت اختلال به وجود میاد. حالا باید چیکار کنی تا رفع بشه؟ کافیه کلمه درمان رو کامنت کنی تا با یک روش طبیعی و کاملا تضمینی تمامی مشکلات دیسک، سیاتیک و تنگی کانال نخاعی رو در کنار هم درمان کنیم. فقط پیج منو فالو کنید تا اطلاعات براتون ارسال بشه.